سلام. چجوری امتحاناتم رو بخونم که نمرات خوبی رو کسب بکنم و وقتم تلف نشه؟ این سوال دغدغه بسیاری از دانش آموزان و اولیای محترم هست. قبل از اینکه 5 راهکار خوب و کاربردی بهتون ارائه بدم، میخوام بهتون بگم که فیلم زندگی خودت رو خودت کارگردانی کن. برای این کار لازم هستش که 4 صحنه مهم رو بچینی. صحنه اول انتخاب نقش اصلی است. نقش اصلی فیلم خودت هستی. پس هدفهات رو دقیق مشخص کن و برای رسیدن به اونها تلاش کن. صحنه دوم فیلمنامه هوشمندانه است. یعنی نوشتن یک برنامه‌ریزی دقیق، مثل فیلمنامه‌ای که در اون تمام دیالوگ‌هاش مشخص است. برای این کار برای مرور تکرار تمرین تست زنید و استراحتت وقت بذار. صحنه سوم تدوین شبانه هست. یعنی چی؟ یعنی شب 5 دقیقه بشین و برنامه طول روزت رو مرور کن. اگر لازم هست صحنه ای رو ازش حذف کن و اگر لازم هست صحنه جدیدی رو بهش اضافه کن. و صحنه چهارم پایان طلایی هست. با استمرار، تکرار، تمرین و برنامه‌ریزی درست، پایان امتحانات شما یک پایان طلایی موفقیت آمیز و تماشایی خواهد بود. اما بریم سراغ راهکارهامون. خب همه ما میدونیم که خرداد ماه خط پایان سال تحصیلی است. با انجام این 5 راهکار ساده و کاربردی میتونی موفقیت خودت رو تضمین کنی. راهکار اول اولویت بندی دروس هست. یعنی چی؟ یعنی درس‌هایی که در اونها ضعیف هستی، یک مقدار ضعف داری، یا درس‌هایی که بهشون علاقه نداری، درس‌هایی که در طول سال تحصیلی خوب نخوندی، اینها رو در اولویت قرار بده. اولویت بندی کن و بهترین ساعات مطالعه در روز، یعنی 7 تا 10 صبح و 3 تا 5 بعد از ظهر رو به این درس‌ها اختصاص بده. راهکار دوم مطالعه به سبک 3-2-1 است. یعنی چی؟ یعنی 3 روز مونده به امتحانات مرور و یادداشت برداری کن. 2 روز مونده به امتحانات حل تمرین انجام بده، تست بزن، کتاب کارتو انجام بده و همچنین تمرینات کتاب اصلی رو. و 1 روز مونده به امتحانات مرور خلاصه نویسی‌هات و یادداشت‌هایی که انجام دادی و حل تمرینات منتخب. راهکار سوم مطالعه فعال داشته باش. مطالعه این نیست که فقط بخونی و حفظ بکنی. مطالعه این هستش که مطالبی که خوندی به حافظه بلند مدت خودت انتقال بدی. برای این کار هر کاری که لازم هست انجام بده، از جمله خلاصه نویسی، از جمله مطالعه مفهومی، از جمله تست زنی. و راهکار چهارم استراحت هدفمند است. استراحت هدفمند در مطالعه خیلی خیلی مهم است. یعنی به ازای هر 45 دقیقه مطالعه 10 دقیقه یا 90 دقیقه مطالعه 20 دقیقه استراحت هدفمند داشته باش. و به یاد داشته باش که استراحت کار ذهنی انجام کار جسمی هست. وقتی شما مطالعه انجام دادی یعنی کار ذهنی انجام دادی، پس برای استراحتت باید کار جسمی انجام بدی. و مورد آخر این هستش که شب امتحان معجزه نمی‌کنه. شب امتحان صرفاً برای مرور هست، نه از صفر خوندن. پس به یاد داشته باش با برنامه‌ریزی هوشمندانه میتونی دقیقاً بدونی کی بخونی، چی بخونی و چجوری بخونی. موفق و مؤید باشید.